بچه خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. بچه الان من با امیر بیرونیم، اومدیم استارباکس یه کافی بگیریم، بعدش بریم یه جا بشینیم به همه سوالاتون جواب بدیم. قبل از اینا لایک کنین، سابسکرایبتون نره، کامنت بذارین، بهم بگین ویدیو بعدی چی باشه. اینجا نشستم، امیرم سفارش داده، داره سفارش‌ها رو میگیره. بچه یوتیوب اومدیم کافی بگیریم. بله، چطوری؟ خوب، عالیه. هیجان داری برای اینکه میخوایم به سوالاشون جواب بدیم یا نه؟ نه خیر. هیجان سوال دیگه جواب بدیم. خب بچه‌ها اینم آقا امیر. سلام. کافیامون رو گرفتیم. سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم اینجا بشینیم به سوالاتون جواب بدیم. آره بچه‌ها سوال خفن پرسیده، میخوام جواب بدیم. چه سوالایی؟ چه اومدیم اینجا میخوایم صندلی‌ها رو بذاریم اینجا بشینیم. عاشق پاییزم وقتی دخترها آفتاب میبینن. آفتاب رفت. امیر پام نره رو چی؟ گل آنگل. قبلش داشتی یه چیز دیگه میگفتی. خب بچه‌ها منی که دارم دوربین اوکی میکنم، آقا امیر اونجا نشسته برای خودش ریلکس داره کافیشو میخوره، من بعد دوربین اوکی کنم. خب دیگه بزن بریم سوالا رو بپرسیم. بچه‌ها نگاه کنین اینجا، من رینگ لایت آوردم، چیز دیگه ای نداشتم. حال شما؟ هر کس سلام. بچه این هر کس سلامو کی میدونه؟ فکر نکنم کسی بدونه. چرا میدونن؟ اتفاقا خیلی باهوش‌تر از این حرفا. هر کس سلام. خب بچه‌ها ما هم جا رو اوکی کردیم، الان دیگه قراره سوالایی که شما از ما پرسیدین رو جواب بدیم. اینجا من خیلی دوست دارم چون روز اولی که رابطه می اومدیم اینجا خیلی سرسبز و خوشگله، حتی اون پشتم ساخته نشده بود. دقیقاً اون ساختمون اصلا چی نبود بچه‌ها، اصلا یه مرکز خرید زدن اینجا. دقیقاً. خب بریم سراغ سوالا دیگه. خب بچه بریم سراغ اولین سوال. خب یه کاری می‌کنیم این سوالا تو جواب بده، سوالای بعدی رو حالا با هم جواب میدیم یا چرا این سوالا رو جواب بده؟ جواب بده دیگه. من که میدونم. چند ساله با هم؟ اردیبهشت ماه بیاد میشه 6 سال. من آبان 5 سال و نیم دیگه. آره 5 سال و خلاصه نیمه حساب که کنیم با هم. 5 سال و نیمه که بعد از 5 سال و نیم از همدیگه خسته نشدیم. چرا خب خسته شدیم؟ تازه شروع شده. تازه شروع داستانه عزیزم. دو نفر همدیگر دوست داشته باشن هیچ وقت از همدیگه خسته نمیشن. دقیقاً. اگه آره مثلا همدیگر دوست داشته باشن چرا برش اتفاقا تازه جا افتادیم، اخلاقای همدیگه رو شناختیم، دیگه زیاد همدیگه رو اذیت نمی‌کنیم، گیر نمیدیم به هم دیگه، راحتیم دیگه. به به. بچه اینو پرسن اگه من برم استرالیا امیرم باهات میام؟ شاید من اصلا زودتر برم تو با هم بیایی. دقیقاً. معلوم نیست. بچه ما خانواده هامون از خاله اونجور چیزا بگیر استرالیان، هم خانواده من هم خانواده امیر. به خاطر همین هم من قراره برم استرالیا هم امیر. شاید امیر زودتر بره، شاید من زودتر برم. معلوم نیست دیگه، هر کدوم که زودتر شد اون یکی هم پشت سرش میره. پشت سرش میره. دقیقاً. قصد ازدواج ندارین بچه امیر رو بگیر نیستن. امیرا که بگیر نیستن. ازدواج آخه واسه چی؟ ببین ازدواج اسم سنگینیه. بچه بی شوخی واقعا ازدواج تو سنی که من الان تازه 19 سالم شده و امیری که 21 سالشه زوده. به نظر من واقعا ازدواج الان وقتش نیست. مثلا خیلی‌ها ازدواج میکنن جوونیم اصلا. ولی به شوخی خیلی‌ها الان ازدواج کردن تو سن 40 سالگی از همدیگه جدا میشن چون با هم نساختن و همدیگه درست نشناختن و منم میدونم خیلی من امیر درست همدیگه رو بعد 6 سال دیگه چی منظورم اینه که توی خونه زندگی کردن خیلی فرق میکنه تا ازدواج. نظر شخصی منه، هر کسی نظر شخصی همین دقیقا نظر شخصی من. سن 30 به بعد به نظر من مناسبه، چون آدم 30 سالش که به بعد بشه یه خورده مغزش بیشتر کنه. اصلا تو خونه زندگی کردن اون یه داستان دیگه طولانیش نکن خیلی. آره. نه خلاصه الان نه، یعنی چند سال دیگه خوبه. سوالی که همه میپرسیدن، همه یعنی بیشترین سوالا این بود چجوری با هم دیگه آشنا شد؟ من اول بگم من اینو به آنا قول دادم. آنا گفت عکس منو اونجا بذار و ازم تشکر کن. اینطور عکس آنا رو من اینجا برات میذارم. بذار دوست آیدین که آنا باشه هیچ تأثیری روی این چیزا نداشت. نه خیلی تأثیر داشت. آنا عشقم، دست شما درد نکنه که چجوری آشنا شدیم یا دوست شدیم رفتیم تو رابطه؟ نه چجوری آشنا شدیم؟ بچه من یه دوست دارم که اسمش آناست. آشنا شدیم. آره آشنا شدیم. یه دوست داره اسمش آناست. از طریق اون ما آشنا شدیم. آنا قربونت برم. باعث این سبب خیر شده. آره
بعد خب توضیح بدیم دیگه چجوری آشنا شدیم. چجوری آشنا آره چجوری دیگه، بعد مخامزه توضیح بده. امیر من مخ تو رو نزدم، تو مخ من زدی. چجوری بگم داشتیم ما هم دیگه همینجور راه میرفتیم. نه باشه از اول باید شروع کنیم. بچه من یه دوست دارم که اسمش آناست و امیرم یه دوست داره که اسمش آروند. آنا و آروند با هم دیگه دوست بودن، میدیدن همدیگه رو اینا. بعدش منم که دوستم آنا بود و دوستش آروند بود، آقا ما همدیگه رو میبینیم و اینم بچه بگم من و امیر 7 سال نزدیک 8 سال همدیگه رو میشناسیم، ولی قبلش رفیق بودیم. آره قبلش رفیق صمیمی بودیم. بعدش اینجوری ما از همدیگه خوشمون اومد، رفاقتی با همدیگه میرفتیم بیرون و فلان و اینجور چیزا. از اولی که من 3 آیلین سالش. میشناسم تا الان 8 سال گذشته. آره 2 سال یا این 3 تا سالش با هم دیگه رفیق بودیم، همینجوری مثلا دیگه این آخره که داشتیم کم کم دیگه با هم دیگه اوکی میشدیم اینا، امیر هی دست منو میگرفت، هی خود خودش چرا می‌گرفت. دروغ من اصلا اهل این نگو، داستان دروغ نگو. بعدش دست منو میگرفت میگفت عشقم عزیزم. من به همه میگفتم عشقم، نمیگفتم ابراز علاقه میکردم. ابراز خیلی خب حالا به همه میگفت به پسر نه دو نه بار بدتر دارک شد. نه به پسرم نمیگفت به خودم میگفت. والله یورگی. بعدش دیگه ما کم کم به من میگفت عشقم و فلان یه چیزا. بعد آقا اون موقع که هنوز حسم چیز نمیشد، بعد امیر هی از این دختر خوشش میاد، منم حالا براش اوکی میکردم دختر رو، میگفتم آره امیر این دختر هست آره خلاصه گفتم این دختر به اوکی میشد و اینا. یه روز نمیکشید کات میکرد آقا، خدا رو شکر. یه زمان شد یه دختره ازش خوشش میومد و اینا، بعد هی من میخواستم براش اوکی کنم ولی خیلی اعصابم خورد شده بود، ولی این حسم نمیدونستم چیه. یه سی حسادتی داشتم اون موقع که اصلا دیوونه شده زیاد بودم. شده بود دیگه اون موقع. آره که حتی مثلا امیر تاها پیام دادم که من نمیتونم مثلا بیاین چیه دختر یه همچی چیز دقیق یادم نمیاد که اونم برگشته بود گفته بود اسکرین شات هم دارم از گیمت. طولانیش نکنی. وایسا طولانیش خوبه. گفتش که من خیلی دوست دارم. کی گفته بود؟ تو من گفته اون موقع بودم. رفیق بودیم سر یه موضوعی که من حسودیم شده بود. گفتم تو رو نمیتونم بله. اینجوری ببینم و خیلی مثلا حسادتم بهت نشون داد. گفت من دوستت دارم تو یه دونه ای. بچه‌ها وارد داشتیم راه میرفتیم، همون دستایی که داشتم میگفتم، وارد یه پارکی شدیم که از دوستام امیرم بودش اونجا. امیر دوست پسر باران میشه. بله چند اون امیرم موقع سابسکرایب باران کنیم. نبود. اون موقع من هنوز باران نمیشناختم. آره رفتیم اونجا، گفتم آیلین چی میخوای بگی؟ ما رو این همه. آیلین اومد اونجا و دیگه داد زد دوستت دارم. منم مثل یه پروانه‌ای که تو هوا داشتم پرواز میکردم شکار کرد. گرفت و دیگه تا الان گرفتارش شدیم دیگه. چرت و پرت میگه نه خیر. شب قبلش ما رفته بودیم بیرون و اینا، بعد هی امیر یه جوری میخواست از زیر زبون من بکشه که مثلا من دوستش دارم و اینا. هی از من سوال بریم سوالای می‌پرسیدی. بعدی. گوش کن چرا بخوای بپیچونی؟ من که اینا رو میدونم، بچه‌ها نه نمیدونن. خب بچه‌ها نمیدونن، دارم برای بچه‌ها بله. توضیح میدم. اونو بخوای اصلا یه ویدیو مختصر نه مفید خیر. جدا، نه خیر. چون طولانیه. فرداش میشه امیر میگه بیا ببینم تو، اینا میگم اوکی بیا ببینم. یه جا پارک میشینیم که امیرم بود. هی امیر به من میگه تو چی میخوای به من بگی؟ تو چی میخوای به من میگی؟ میگم نه من نمیتونم، تو رفیق منی، تو چی رو میخواد به من فلانی. ثابت کنه؟ نه تو رفیق منی، من نمیتونم این حرفو بزنم. حالا میدونه چی میخوام بگم. آقا هی اصرار منم اعصابم خورد شد وسط پارک داد زدم دوستت دارم. اصلا عشق شروع شد. آره دیگه اونجا دیگه امیر یه لبخند ژکون میام زد دیگه بغلم کرد دیگه. از اونجا داستان ما شروع شد تا از اینجایی که الان اینجایی خاطر بود. این که با هم رفیق بودین اول، بعدش رفتین تو رابطه، جوری نبود براتون انگار هنوزم رفیقین؟ نه چه ربطی داره، راحت‌تر بودیم. اتفاقا خیلی بهتره چون بچه‌ها. میشناختیم هم دیگه رو. اتفاقا همین بالاخره بری تو الانش رابطه که هیچیشو نمیشناسی راحت‌تره، یا اینکه قبلا همه چیزشو میدونی راحت‌تر میدونی. الان به جز این که اصلا دوست دختر دوست پسریم واقعا رفیقیم. بله خیلی حرفا رو با هم دیگه میتونیم بزنیم، یعنی می‌تونیم که میزنیم دیگه. بچه تو رابطتون اگه رفیقم باشین خیلی خیلی بیشتر کمک میکنیم به رابطتون. آیلین چطور آدمیه؟ آیلین یعنی چی چطور آدم؟ یعنی من چجور آدم؟ شخصیتی بخوام بگم، رفتاری اخلاقی چجوری باید بگم؟ همه چی اخلاقی کلا چجور آدمیه؟ یه آدم مهربونیه، خیلی زیباست، تو هر شرایط تو هر زاویه‌ای آدم نگاهش میکنه قصه نمیشه واقعا.
یه خورده قور زیاد میزنه. همه یه چیزای خوبه که اول گفته بود با هر جمله آخرش. خب بابا اخلاق خوب اخلاق بعد باید همه رو کنار هم دیگه بگم. بعد بعدا رو بگم تا خوب و مشخص شد. آی سوسماس پلیز. سوسماس. اولویتتون تو رابطتون چیه؟ احترام. احترام همین. احترام تو رابطتون باشه همه چی دیگه آره اوکی. اختلاف سنیتون 2 سال. نخیر 10 سال از من بزرگ. 2 سال. نه بچه شوخی می‌کنم 2 سال از من موقع موها بزرگتره. بلند بود بقیه کامنت می‌ذاشتن شوگر دادی. شد موهاتو کوتاه کردن. اگه از هم دیگه جداشین چیکار می‌کنی؟ گریه. بچه همچین اتفاقی که نمیافته و اینکه اگه همچین اتفاقی بیفته که نمیافته نمیتونی تو چیکار میکنی اگه خدایی نکرده؟ سر به بیابون می‌زنه. نه جدی خلاصه بگم نه یا خلاصه جدی نه چی بگم خلاصه چی میگی؟ جدی بگو خلاصه بگو گریه میکنم ناراحت میشم. دیگه کارش نمیشه کرد بعد به زندگیمون ادامه بدیم. سعی کنم ادامه بدیم. خب بریم سوالای بعدی. اینه که اگه 24 ساعت پسر بودی چیکار می‌کردی؟ خب نمیشه گفت. چیزای بد چقدر میشه ذهنت؟ خب نه، چیزای خب. خوب. چیکار می‌کردی؟ میرفتم دختر بازی. گفتی دختر رفتم بازی؟ دختر بازی. خب این سوال برعکسش هم هست. واسه منه اگه دختر بودم چیکار اگه دختر می‌کردم؟ بازی چیکار کنی؟ میرفتم پسر با بازی. رفیقام. نه خیلی میرفتم با رفیقام. با رفیقات چی؟ رفیقای پسرم دیگه. با رفیقات ببین تو 24 ساعت یه کار جمع می‌کردم. آره یه کاری دیگه، می‌کردم. همه کار یه کاری می‌کردم تا 7-8 سال پولدار بمونم. کار می‌کردم، رفت می‌شستم. دروغ میگه من میدونم تو این جور. ذهن کثیفش چی میگذره. خب سوال بعدی ول کن. اگر با خودت ریل می‌زدی سری چی کات می‌کردی؟ سوال نایس. اگه با خودم ریل میزدم سر چی کات میکردم؟ من واسه خودم میدونم. سری که قور میزدم. سر اینکه قور میزنی همین. من اگه با خودم ریل میزدم سر اینکه دیر میام یه جایی کات می‌کردم. باشه یه ذره دیگه مونده من سر دیر کردن امیر به سیم آخر بزنم. یعنی از من تو دختراش هم اینقدر دیر نمیکنن. اون ویدیو هستش بچه‌ها پسر منتظر دوست دخترشه دیگه اینجوری اسکلتاش میزنه بیرون اون منم. خب بله. پرسیده آیلین چی بلده درست کنه؟ میذاره که گشنه بمونی؟ چی درست میکنی؟ من همه چی بلدم. به من بگو تا الان چی درست کردم. بچه تا الان آیلین یه بار قرمه سبزی درست کرد واسم. اصلا بچه یه بارم سالاد نمیخوره. مکانی درست کرد همین. یعنی من توی این 6 سال زرشک پلو برات درست زرش پلو کردم. موقعم همین 3 تا. دیگه چی برات درست 3 کردم؟ تا. قرمه سبزی سالاد مکانی زرش پلو. خب نه دیگه اینا رو هی ادامه آره. برات درست کردم. آره. مثلا 40 بار زرش پلو درست کرده، 6 بار قرمه سبزی، 15 بار سالاد مکارونی. خود امیر میدونی چند بار برای من غذا درست کرد؟ فقط یه بار اونم لازانیا برای من درست کرد. بابا چرا دروغ میگی؟ یه دستپختم بار خدای فقط. خوب نیست من. خدای دستپختش والله دستپخت من خوب نیست. چرا خیلی خدایی. خوشمزه است. خوشمزه است. کی میای ایران؟ ایران اومدنم و فعلا فکر نکنم بیام ولی نهایتا تا یه چند سال دیگه الان که نمیتونم شرطش نیست ولی تا چند سال دیگه به امید خودم میام ایران. منم شاید ولی امیر من قراره شاید- با هم دیگه بریم ایران ها؟ 7-8 سال دیگه. 7-8 سال من دیگه. کمتر من آیلین زود 4 آیلین طاقت نداره. سال دیگه آره من طاقت چون ندارم. پدرش ایرانه زود باید بره که ببینه. نه کلا برای کار دیگه واسه چه کنه؟ ایدم برای ایران دلش واسه ایران تنگ شده. من 2 میخوام هفته اشغال. من آخه کسی دیگه ایران ندارم، فقط یه مقدار محدودی از فامیل پدری موندم که دلم واسه منم تنگ فقط میشه. خانواده به خاطر پدری اونا موندم. میرم فقط. منم فقط به خاطر اونا بله. میرم. سوال آخرم اینه که کدومتون ولخرج تره؟ ببین آیلین ببین جفتمون توی یه نفت خرج میکنیم ولی آیلین پولشو واقعا برای چیزای مسخره میده. یعنی دارم میدم. اون نه. ویدیویی بود میگفت میخورم نه چاقم. ربطی نداره. واقعا من پولامو به چخ میدم. بعد سر ماه میمونم توش وای پول ندارم بعد چیکار کنم؟ بعد دوباره خودم میرسونم خدا رو شکر. توی یه نفت خرج میکنیم ولی
و من پولم واسه چیزای دیگه میدم، آیلین باز دخترم مثلا واسه چیزای دیگه میده، لوازم ورزشی یا ورزشی آرایشی ورزشی چرا آرایشی و داستانا. بچه امیر خیلی آدم شوخیه. کاملا آدم جدی. نه خدای میشوخی. چقدر من دوست داری؟ چه سوال 10 تا چه سوالی آخه؟ بچه احساسات زیرو زیرو. منفی 3. خب چقدر منو دوست داری؟ من حتی بپرسم تو چی میگی، تو چقدر منو دوست داری؟ تو رو؟ آره. 0. بیا عاشقتم. لعنت به شب‌های بعد از تو. من چون آقا جواب نگاه ندادم کن نگاه کن. اینه دورت بگم. یه سوال دیگه بعدا بچه ها میپرسن چرا امیر تونسته فعالیت نمیکنه و چنل یوتیوب نمیزنه. چون انگیزه و امید خاصی ندارم، هیچ چیزی ندارم چی بذارم. صبح پا میشم شب میخوابم، همینه دیگه بچه‌ها. ولی به زودی بچه‌ها نه، ولی چنل واقعا یوتیوب رو میزنم، اینستاگرامم فعالیتمو شروع میکنم. شروع کن دیگه. بعد ندارم بذارم، دارم ولی حوصله‌ام من چیزی نمیکشه. ندارم. من یه عکسی رو میخوام آپلود کنم بذارم تو اینستاگرامم، یهو میبینم 1.5 سال گذشته یادم رفته بذارم. خیلی بده. استوری مثلا 2 ماه یه بار میذارم. آره واقعا امیر اینجوریه. کسایی که خواهن یه نفر رو فالو کنن، کم فعالیت باشه، زیاد تو مخشون نباشه، لایک کنن، منو فالو کنن. من سال یه بار یه پست میذارم، لایک کنید. نه هر روز استوری میذارم، اعصاب آدم خورد میشه. یه بار بزنید دلت هم بخواد استوری منو ببینی. استوری. بله. خب بچه‌ها این پارت از رو ویدیو مخمی؟ خیلی رو مخمی؟ دیگه تموم کنیم بریم دیگه. نمیخوام. واسه شام. بریم واسه نماز صدا بچه می‌کنیم. یه سر احساسات صرف. ولی البته اینم بگم امیر وقتی دوربین رو روشن میکنی از این میشه این. تا از قربون صدقه میشه. همش دارم میخندم. نه خیر از این مثلا داره اینجوری میکنه. قربونت برم داره به من میگه. قربونت برم عشقم فقط شد دوربین تا میاد اینجوری. چرا واقعا همینه. یه بار بشا یه بار یه باشکی ازش فیلم میگیرم اون وقت میفهمی. حالا از الان به من امیر اینجوری بریم. این قسمت ویدیو تموم شد. پارت 1 میکنیم، دو پارتش میکنیم. یه پارت دیگه میگیریم که آره، باز حتما. سوالات بیشتر رو جواب بدیم، سوالاتی که جوابش کوتاست. یکم طولانی شد ولی سوالایی که آره. خیلی بیشترتون پرسیدون رو جواب دادیم و سوالای بعدی که دوست دارین یعنی کنجکاوین بپرسین از ما تو کامنت ها حتما بنویسین. اون زنگوله هم بزنین، حسابم فراموش نشه. بین اینستا هم یه سر کوچولو بزنین و تموم دیگه همین. با اجازه بگو. بچه‌ها خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. سوالاتون هم هر چی که دوست دارین کنجکاوین تو کامنت ها برای ما بنویسین. خیلی دوستتون دارم. بای بای. خب آخر حرف نزن.